روتین پوستی با هم بریم پوستمون قشنگ حال بیاد. اولین کار تونر میزنیم به پوستمون، برداری خیلی خوب به پوستم بزنم، زمان میدیم که قشنگ رو پوستمون خوش بشه، لایه برداری عمیق رو پوستمون انجام بده. در این حین من یه دمنوش میخورم. فرمایین. از یه لایه برداری خیلی خوب پوست رو میبینید دیگه. ما پشمندش از این ماسکای ورقه میذاریم که پوستمون آبرسانی بشه. خنک ها مونداشم که داخلش مونده حتما اینجوری به گردنتون بزنید. آبرسان شد دیگه. از صورتمون برمی‌داریم. نگاه کنید انگار کلی آب زیر پوستم جمع شده. طعم قهوه هم میده. پشمندش کرم آبرسان میزنیم دور چشم، مرطوب کننده میزنیم. من عاشق مرطوب کننده. این بود روتین پوستی من. امیدوارم دوست داشته باشید.